سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه گفت با موشک‌های بالستیکی هواپیماهای آمریکایی را در فرودگاه عقبه اردن هدف گرفته و تأسیسات و پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و سوریه ضربه زده است. در بحرین بانگ خطر را به کار انداختند و ارتش کویت گفت پهپادهای ایرانی را در هوا رهگیری و نابود کرده است. با وجود سازشنامه آتشبس موقتی در یک ماه پیش، حمله‌های متقابل آمریکا و ایران به یکدیگر ادامه دارند. فرمانده مرکزی نیروهای مسلح آمریکا در یک بیانیه گفت که حمله‌های نو را با هدف ضعیف کردن توانایی ایران در حمله به کشتی‌های تجارتی آغاز کرده است. خبرگزاری تصنیم ایران گزارش داد موشک‌های آمریکایی صبح دوشنبه به چند از شهرهای ایران برخوردند. صدای ترکش‌ها در تبریز، چابهار، بندر ماهشهر و بندر امام خمینی شنیده شده است. مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت تا زمانی که ایران به کشتی‌های تجارتی حمله می‌کند، ضربه‌های آمریکا به جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه همچنین خبر داد که دو کشتی نفتکش هنگام گذشتن از راه ناامن جنوبی هرمز آسیب دیده از حرکت ماندند. تنگی هرمز یکی از مهمترین راه‌های تامین بازارهای جهان با نفت و گاز مایع است و 20% از آن مواد سوخت مهم کشورهای خلیج فارس از این راه می‌گذرد. ناآرامی در اینجا و خلل‌دار شدن حرکت کشتی‌های نفتکش قیمت گاز و نفت را در سراسر جهان بالا برد. نظامیان آمریکایی همچنین گفتند که یک سرباز آنها روز شنبه در شمال عراق هنگام خنثی کردن بمب پهپاد افتاده ایرانی به هلاکت رسیده است. قبلا ارتش آمریکا خبر داده بود که 2 سرباز آنها در اردن کشته شدند و سومی بدرک است. در نتیجه جنگی دو طرف که روز 28 فوریه و با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و با هدف از بین بردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران آغاز یافت، هزاران نفر اساساً در ایران و همچنین در لبنان کشته شدند.